میدونستی عزت نفس و خودشیفتگی خیلی وقتا ممکنه تو نگاه اکثر مردم شبیه به هم دیده بشه، اما روانشناسی میگه خودشیفتگی در واقع ماسکی هست برای پنهان کردن یک عزت نفس بسیار ویران شده و این دوتا با هم یه سری تفاوت‌های خیلی مهم دارن. اول از همه منبع تایید که اصلی ترین ریشه است. یعنی عزت نفس مثل یک لنگر میمونه. فرد از درون میدونه که چه ارزشی داره. اگر کسی ازش تعریف بکنه خوشحال میشه، اما اگر بهش بی‌احترامی بکنه فرو نمیریزه، چون ارزشش رو خودش تعیین میکنه. اما خودشیفتگی مثل یک بادکنک میمونه، بزرگ و پراباحت به نظر میرسه اما تو خالیه. فرد خودشیفته برای اینکه بادش خالی نشه مدام به تایید بقیه نیاز داره و اگر تعریف نشنوه احساس میکنه که هیچی نیست. دوم، رابطه من با تو. فردی که عزت نفس داره رابطه افقی با آدم‌ها داره. من با ارزشم، تو هم با ارزشی. من مرز دارم، تو هم مرز داری. اگر من برنده بشم نیاز نیستش که تو ببازی، ما هر دو میتونیم خوب باشیم. اما فرد خودشیفته رابطه عمودی با آدم‌ها داره. من فقط زمانی با ارزش هستم که از بقیه بالاتر باشم. اگر تو موفقی یعنی من عقب افتادم، پس باید یا تو رو پایین بکشم یا به دروغ خودم بالاتر نشون بدم. و سوم، واکنش به انتقاد و نشنیدن که بهترین تست برای تشخیصه. یعنی آدمی که عزت نفس داره وقتی انتقاد میشنوه بهش فکر میکنه، اگر درست بود اصلاحش میکنه و وقتی هم که نمیشنوه به انتخاب طرف مقابل احترام میذاره. اما فرد خودشیفته انتقاد براش مثل ترور شخصیت میمونه، یا به شدت خشمگین میشه یا طرف مقابل رو تحقیر میکنه که خودش رو تبرئه بکنه و وقتی که نمیشنوه احساس میکنه که به حریمش تجاوز شده و باید تلافی بکنه. در نهایت تو عزت نفس فرد به رابطه و اخلاق اهمیت میده، اما تو خودشیفتگی فرد به جایگاه و قدرت اهمیت میده و افراد خودشیفته لزوما خودشون رو دوست ندارن، بلکه به تحسین آدم‌ها معتاد هستن.